سلام بچه ها، من ادیتورم. این ویدیو حاوی الفاظ خیلی رکیک و زشته، لطفاً با صدای کم بشنویدش. آقا دخترای الان داری اینجوری بگی میرینن بهت، این میخواره. چه حرکتیه بابا، این واسه دختراست. سیبیل داری تو، پرسینگ هم گذاشته تو نافش. به به، یه دفعه اینجا میبینی که تنگم پوشیده. و سلام، چطورید بچه ها؟ امیدوارم دنیا به یه ورتون باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشید. من رضام، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و سم خفن و باحال دیگه. آقا ویدیوی قبلی که من یکی به شخص پاره شدم، من یکی واقعا به فناک رفتم و میدونم شما هم پا به پای من هرس خوردید، دمتون گرم. حالا توی این ویدیو قراره که یه سری ویدیوهای سم واسم فرستاده، باز محمد دمش گرم یه عالمه ویدیوهای سم فرستاده واسه من. امیدوارم که هرس نخورید دیگه، واقعا این کششی ندارم، نمیدونم. بریم تو کارش. بخوام الان بهتون بگم تبریک میگم بهتون، یک کمی زوده، چون توی همین فاصله بین ویدیوی قبلی و ویدیوی الان 20 نفر به خانواده‌مون اضافه شدن. دمتون گرم، عشق منی که اینقدر باحال حمایت میکنید. دمتون گرم. بزن بریم تو کارش که این ویدیو قراره بتره کنه ما رو دیگه. نه بریم let's go. خودمون میریم تو زمین آدمای کوچیک. خب خودمون هم شاکی میشیم. آها، رفتارشون در حد ما نبود. خودمون میریم تو زمین آدمای کوچیک. یه بار دیگه، من اینو هنوز درک نکردم هنوز. خودمون میریم تو زمین آدمای کوچیک. خودمون هم شاکی میشیم. رفتارشون در حد ما نبود. چه گو میخورید آخه، من نمیفهمم این شعرها رو از کجاتون در میارید آخه. برو بعدی بینیم بابا. نوشته که حاضری منو به خاطر 10 میلیارد پول بکشی؟ آره، شما همین پایین بنویسید، این سوالیه که میتونید جواب بدید. حاضری به خاطر 10 میلیارد پول یه نفر رو بکشید؟ هر کسی رو. تو رو خدا بابا دست اینا گوشی ندید، من دیگه نمیخوام فشار بخورم، نمیذارن اینا. تو که سفیده پوسته کون نمیدی به دوسته. این بود؟ چه حرکتیه بابا، این واسه دختراست. سیبیل داری تو رو قرآن این کار به خودتون نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. آموز شدن کاری نره، تخم داری گنگستر سراسیاب شو. سراسیاب؟ گنگستر سراسیاب شو؟ نمیدونم چی بودن کاری نره دایی، تخم داری گنگستر سراسیاب شو. بریم ادامهش ببینیم چه گوی داره میخوره دیگه. دوسته برو خواهر کسه منت مرغز قصه صندوق پسته. وای ببین، سمترین چیزی بود که تا حالا شنیده بودم. بعد روی BTS گذاشته بودن اینو. اشمو به والله اینجوریه، یا جیبتو میخوان یا گیر میکنن تو کستانت. روزتون رو با این سم شروع کنید. خب دستم رو گرفتن، توی خونم هست. خب نفر سومم اومد. پدستک تو چرا داری میخندی اون پشت؟ آقا من با هیچ کدوم از این مزخرفا کار ندارم. حالا میگیم شما خیلی بچه اید، نمیتونید برید تو پارک. نکنید تو رو خدا، حقتونه واقعا. یکی مثل من بیاد برینه به سر و کلتون. گم شو، برو بعدی تا به فوش نکشیدن. برو بعدی. ما توی بچگی به هم دیگه قول دادیم که بزرگ شدیم با هم ازدواج کنیم. اما اون لزبیان شد و من گی. A few minutes later. خیلی اوضاع خیته دیگه نمیدونم چیه. یه سوال، مگه
از بچگی آدم این حس درونش وجود نداره. ما داریم زحمت میکشیم. خب خدایا بس دیگه، من دیگه نمیتونم. اومد دست داد. همین سناریوشون سرجم تو یه خط نوشته شده بود. بیا با هم صحبت کنیم، بیا جلو، دست بده به من، دست دراز کن، من باهات بای بای کنم و تا آخر ویدیو. آقا با این سناریو کار ندارم. دارم فشار میخورم. چرا؟ با این سناریوی شما عزیزای دلم بزنین فوش دادم. آروم باش، کاری ندارم. چرا تو خونه اید؟ چرا الان اینو دارین تو خونه میگیرید؟ جوراب نداری؟ لباس بیرونه این الان مثلا؟ بعد ای پسره چرا مثل سرباز مثل چوب وایستاده؟ بعد چرا سیخ کرده؟ زید اصلی اینه، بقیه اعداش هم نمیتونن در بیارن. این که این دیگه زید نیست، علنا یه میلفه دیگه. خوبه. این چه به چشم خواهری خیلی خوبه دیگه. خیلی از دهنتو ببند اون پشت. یادت میگفتی قول میدم همیشه کنارت یا باشم؟ اول فصل. آره یادمه. چه روزه اول بهم شرط داشتی. صدای این از مرده کلفتره. آره یادمه. یادت سجاد؟ یادت میگفتی قول میدم همیشه کنارت باشم؟ آره یادمه. آره. چه روزه اول بهم شرط داشتی. یادت سجاد؟ آره یادت تولد رفیقت مختلط بود ولی تو گفتی دارم میرم خونه آبجیم ولی رفتی اونجا. یادته؟ آره چه روزایی بود سجاد؟ آره دیگه اون روزا جوون بودی. الانم جوونیم. چی شده؟ یاد قدیما افتادی؟ اون موقع جوون خام بودم، پای کسی موندم که دلش جای دیگه است. حالت خوبه؟ یا علی بابا این چه قیافه‌ایه؟ یا خدا این خوشگل 50 رو داره. چته سجاد؟ از همون اولم بهت شک داشتم ولی شکم بهت تبدیل به یقین شد. یادت آوردم که بهت بگم از همون اولم بیزات بودی. من خام بودم. What the fuck؟ آقا اینا داشتن اول فیلم که قربون صدقه هم میرفتن. نگاه. یادت میگفتی قول میدم همیشه کنارت یا باشم؟ اول فصل. ولی پای تو موندم، گفتم شاید درست شی ولی روز به روز گرد شدی و منو بیشتر خرفرز کرد. برو با همونی که اسمشو سیو کردی تیچیگا دیگه هم اسم. ببین مغز داداش ایراد داره کلن. برو با همونی که بهش گفتی تکیگا. من ریدم توی اون کلیپاتون. 2 hours later. از مردم شریف هلند معذرت میخوام. به سرور اونا وصل شدم تا بیام این سمو ببینم. خانه شما پرایدی؟ آخه آمار تلفاتتون خیلی بالاست. آخه چی بالاست؟ آمار تلفات تو خیلی بالاست. آمار تلفات. ببینید بچه سا ولی خدا وکیلی من کاری ندارم ولی خوب بود. خانه شما پرایدی؟ آخه آمار تلفاتتون خیلی بالاست. تو چوسفیلی؟ آخه هم چوسی هم فیلی. پس فکر کنم اپلاسیون کاری. نه هر دفعه میاد پشمام میریزه. متکنم بنده تو دردامو خوب نمیکنه. ادیسون اگه تو رو میگه بی خیال اختنار برداشه. تو دوست دختر داری؟ آره. خب اشکال نداره از این به بعد بسازه. خیلی دارم سعی میکنم که فوش ندم. قیافه رو نگاه کن. تا اول سعی کن درست صحبت کنی. آمال تردم خیلی بالاست. واسه ببینم. خب تو چوسفیلی هم چوسی هم فیلی. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ الان مثلا تو چه چیزی رو اختراع کردی؟ چه چیزی رو کشف کردی؟ پس فکر کنم اپلاسیون کاری. نه هر دفعه میاد پشمام میریزه. پشمام میریزه. شما فهمید چی گفت؟ پشمام. این قشنگ همینه دیگه. پشمام میریزه. متکنم بنده تو دردامو خوب نمیکنه. چی شد یهو؟ یعنی من تو رو آقا دخترای الان بر اینجوری بگی میرینن بهت. این میخواره. همون بهتر که این پسره داره میخارونت.
پرسینگم گذاشته تو نافش. به به. ادیسون اگه تو رو میگه بی خیال اختنار بعد تو دوست دختر داری؟ آره. خب اشکال نداره، از این به بعد بخواد. از این به بعد دیگه دارم میخندم. دوباره به اون مرحله جنون رسیدم. به دوران بلوغ خیلی توجه نکنید، زود میگذره. انتظار اینو نداشتم. یه دفعه اینجا میبینی که تنگم پوشیده و یه دفعه به چه جیگری تبدیل میشه. ماشاءالله. Why are you gay؟ من پسر زیاد دیدم عمل کردن دختر شدن، ولی این چه جیگری شده. خفه شو و خوشت اومده. خدا کنه اتفاقات به زندان باز نشه. من آن مرغ سیاه بالم. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. دمتون گرم. خیلی اعصابم الان خورده، یعنی الان داغونم. کشش نمیذارن دیگه، الان مغز نمونده واسمون. ما داریم چه زحمت میکشیم دوباره. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید، مرسی که هستید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم تو کارش. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید. فعلا.